یا گایز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من سنم. چنل یوتیوبمه. یه تصمیم احمقانه دیگه گرفتم. احمقانه که نه، عجیب بیشتر میشه گفت. میخوام موهامو ولف کات کنم که 2 سالی هست که تو ذهنم این کارو بکنم، ولی دیگه امروز گفتم که باید همین امروز انجامش بدم. دیگه حالا دختر خالم قراره بیاد کمکم کنه، چون قبلا موهاشو ولف کات کرده. گفتم حالا یه نفر که مثلا انجام داده خودش قبلا بیاد بالا سرم باشه. Let's go. من رفتم موهامم شستم که این فریش بره که بتونیم کوتاه کنیم بشه. آره الان تو این حالتم. بریم که قیچی کنیم. خیلی قیچی کنی. الان دوباره کار میکنی؟ پا تو واپسنم اون اصلا میرزه روش. بریم سراغ چتری. قسمت ترسه که زندگی صورت من بچه ها. اینم شد نتیجه کار. یه چتری خلوت زدم. پایین موهامم خورد کردم، ولی نه اونقدر زیاد. بعد بیشتر اینجا رو خورد کنیم. حالا چند ماه دیگه اوکی میکنم دوباره.